اگه هنوز اینجوری داری زیر چشت کانسیلر میزنی، خیلی داری اشتباه بزرگی میکنی. اینکه کانسیلر رو همینجوری برداری و مقدار زیادی زیر چشمت بزنی، بعد با پد و پودر فیکس پرسش کنی، چیزی جز چروک چشم و ماسیدگی بهت نمیده. درستش اینه که اول از یه دور چشم خیلی خوب استفاده کنی که من اینجا مکو انتخاب کردم، بعد با انگشت حلقه زیر چشم پرس می‌کنی. حالا نه بعد بلافاصله بری کانسیلرتو بزنی، بعد چند دقیقه صبر کن. نکته مهم، قبل کانسیلر از یه کالر کالکتور رنگ نارنجی استفاده می‌کنیم. برای من تیرگی زیر چشمم متوسطه، پس با قلم زیر چشمم میزنم، بعد با یه قلم کانسیلر که من اینجا از قلم 217 مک استفاده کردم، کاملا فیدش می‌کنم. حالا میرم سراغ کانسیلر محبوبم تو فیس، به صورت ضربه‌ای زیر چشمم میزنم، بعد یکم اسپری فیکس به سر قلم کانسیلرم میزنم. اینجا به صورت تپ تپ کانسیلر رو زیر چشمم فید کردم. حالا از قلم کانسیلر تارت که یه خورده درشت‌تره استفاده می‌کنم. همینجا میتونی تفاوت رو قشنگ ببینی. حالا نوبت اینه که پد مثلثیمو با اسپری فیکس یکم خیسش کنم، بزنم روی پودر فیکسم، بعد پودر فیکس رو پشت دست پرس کن. حالا میتونی زیر چشمت به صورت ضربه‌ای بزنی. حالا با یه قلم سرگرد یکم پنکیک برمی‌دارم، میتکونم و به صورت دورانی زیر چشمم میزنم. اینجا تفاوت دو تا چشمم کاملا مشخصه، یکی پر از خط و خطوط، یکی کاملا طبیعی.